در برنامه 90 هستی. امروز دو مهمان ویژه داریم به نام آقای امیر قلایی و افشین قطبی. علی بهبهانی. خب گزارشون آغاز کنیم. آقای قلایی به نظرتون تیم ملی چطور داره بازی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای پروین اینجا هستم، من صحبت نمی‌کنم. خب شزرت سلام علیکم. من تشکر میکنم از دوستان شاگرده خوبم بودن. من همیشه ازشون تعریف کردم، ازشون لیاقت بیشتر از من. آقای امیر خان بسم الله الرحیم. منم استادم اینجا. بازی این آقا علی دایی به نظر من تیم نیست، بازی خوبی هم انجام ندادن. من گفته بودم قبل این بازی هم گفتم تیم نتیجه نمیگیره، ما دوست داشتیم ولی ایشون با 70 میلیون ایرانی بازی کرد. بس بابا ایده شما این چیه؟ بچه ما چند وقتی ولش کرده بودیم ولی الان اومدیم با آقای قلایی صحبت کردیم، میخوایم که هواش داشته باشیم، باید کمکش کرد. این هم بچه بدی نیست، یه خورده کونه برو از ما قرار به خارج آقای جانی هم بگیر علی کنگه اونم درست میشه. خور خاک و سوز در میاره، اونم تو ذاتشه، ما در عوض. خب در خدمت مهمانان جدیدمون هستیم آقای علی دایی. سلام علیکم. من بودم بابا. به نظر شما صحبت آقای قلایی چطور بود؟ ایشون به نظر من اصلا نباید صحبت کنه. این آقا در مورد استقلال باید صحبت کنه. من دل ببخشید مگه ایشون سرمربی بود من حرف میزدم؟ یا ما خودت چند بار اومدی به من گفتم به من ربطی نداره، مگه من حرفی زدم؟ دل ببخشید به من آقای پروین بی احترامی کرده، من هیچ حرفی نمیزنم، وکیل من خودش پیگیری میکنه. مهمان بعدیمون آقای کریم باقری، بازیکن برتر لیگ امسال. آقای کریم شب که بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تیم ما امسال خیلی خوب بود. چرا بازیکن دست راست می‌بندی آقای کریم؟ خب ما گفتیم دست راست ببندیم، چپ نبندیم بهتر، شگون نداره برای تیم ما. کجا میرید بعد اینجا؟ میرم خونه. آقای علی به نظر شما چرا کریم به تیم ملی دعوت می‌کنید؟ حالا در حضور خودش دارم میگم. خب نظر شخصی چی کم توضیح بدید؟ دیگه همین. آقا بازیکن به این سرحالی. خب این نظر با شماست. آقای دایی به نظر من شما آدم فوق‌العاده عجیبی هستید و واقعا فکر کنید که بازی ملیتون بیشتر از کریم، یعنی کریم بازی بیشتر میشه واسه همین دعوتش نمی‌کنید؟ نه کریم 30 سالم بازی کنه بازیاش به من نمیاد. پس چرا دعوتش نمی‌کنید؟ خب برای اینکه دوست ندارم نباید. به شما مگه باید بگم من؟ آقای علی واقعا انقدر اسمس دادم ما که آقای علی عوض کنه تیم ملی من اسمس توی 70 میلیون بدم مگه دست اونا؟ آقای کریم به نظرتون دوست دارید تیم ملی بازی کنید؟ نه خیر، با وجود ایشون مثلا آقای علی میشه به چرا آقای کریم رو دعوت نمی‌کنید؟ قدری کلی آماده نیست. چرا بهترین بازیکن لیگ شده؟ من بهترین بازیکن لیگ شدم. بیشترین موقعیت‌ها رو من داشتم. ایشون میگه که من بلد نیستم بازی. من یه بازیکن دعوت کردم. سم پخه میشن. غلام اشتراک داده. سم پخه. O vaxt sən Ərdəbildə pox yedin, göz verirdin, mən televizdə futbol oynadım. Tiyaktör götü var. آقای علی واقعا کریم لیاقت تیم ملی رو داره. یو و مهمانان بعدی رو خدمتتون آقای پیروانی. پیروانی علی بازی نیکبخت نقل شماست. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پیروانی و تمام بینندگان. آقا افشین چطور اوضاع؟ خدا رو شکر خوبه، بچه‌ها هر روز تمرین میکنن. ما تیممون خیلی راضی هستیم. از این نیکبخت امسال خیلی بازی خوبی انجام دادن، ما خیلی ازش راضییم. از احمد عابدزاده احتیاجی به تعریف من نداره. احمد باید من تعریف کنه. احمد قباسیاست. 70 میلیون ایرانی قلباً احمد عابدزاده میشه. نظر شما در مورد احمد عابدزاده؟ همین که آقای پیروانی گفتن. میشه خودت. میشه خودت. بی‌همت نه کجا قیام؟ والا اسماعیل. غلام پیروانی برای غلام پیروانی. آقای غلام پیروانی نقل شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بازی خوبه بود.
بچه‌ها همه ارتباط خاصی با من دارن. اینجا 4 تا سرباز داریم، الان لباساشون رو شما به سر تمرینن، انتظار خاصی هم نداریم. اینا بچه‌ها سربازن، با 50,000 تومان دارن میان دارن تمرین میکنن. فردا این بازیکن‌ها رو ما تحویل استقلال پرسپولیس میدیم. یکی دو تا صحنه مشکوک بود، یه جا کریم باقری زد لنگو پاچه به همه تماسبی رفت رو هوا، داور ندید همون توپ رفت گل. این ما هیچ وقت در مورد داوری هم آقای پیروانی نظر نهایی تیم ملی چی؟ ولی دارید انتظار خوبی تیم ملی باید خوبتر از این باشه. علی دایی مربی خوبیه، بهش باید فرصت داد. علی دایی میتونه نتیجه. شما به تیم ملی فکر می‌کنید واسه من مربی؟ نه به هیچ چی فکر نمی‌کنم به جز خاصی. خب در مورد آقا واسی هم رضا بزاده هستیم. خواهش میکنم من فکر میکنم که من لیاقت این همه تشویق و این همه ابراز احساسات قلبی مردم احمد بیا ندارم. اینجا، احمد بیا مردم اینجا، حق من لازم احمد بیا، مصطفی ما کادر خوبی داریم. من فقط خود با حاجی اومد. نظرم در مورد غلام پیروانی بگو اینو برداره سعید.